سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه دادگاه عالی حکم قاتلان شورت اسمت اللهیف را به تغییر باقی گذاشت. 50 میلیارد دلار از سرمایه‌های افشوده روسیه را به اوکراین میدهند. پایان عشق دانشجوی تاجیک و معلمه دانشگاه، یکی در زیر خاک دومی در زندان. در پتربورگ مادر و کودک تاجیک از تیره‌زای قبط سیم بنا افتادند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه عالی تاجیکستان روز 4 ایون سال 2024 شکایت افراد محکوم شده در پرونده پرسر و صدای قتل بانکدار معروف شورت اسمت اللهیف را بررسی کرده حکم آنها را به تغییر باقی گذاشت. در پرونده ربودن و کشتار شورت اسمت اللهیف معاون رئیس آریان بانک 5 نفر از جمله دلشاد سیدمرادوف، قمرالزمان عزیزوف به حکم ابد و باقی مانده اشتراکچیان این جنایت از 1 تا 27 سال روانه زندان شدند. دادگاه عالی روز 13 ایون سال 2024 حکم همه شرکت کنندگان جنایت را نام به نام به اختیار از پلیس گذاشت. این نیاد گفت حکم این 14 نفر روز 18 مارس سال 2024 صادر شده است. به اطلاع دادگاه عالی، عزیزوف قمرالزمان، سیدمراد دلشاد یا دلشاد کراسافچک، احمدوف اکبر، شاروخ خوجایف، سفروف بختیار از روی مجموع جنایت ها به حبس 1 عمری محکوم شدند. این نیاد نگفته است که مشخص آنها در اساس کدام ماده های کودکس جنایتی گناهکار دانسته شدند. سوروب سفرov و امید حمیدوف برای آدمربایی با غرض شخصی و روزنی با مقصد به دست آوردن مال و ملک 26 سال روانه زندان شدند. فردوس توشتیمیروف برای آدمربایی و روزنی با مقصد به دست آوردن مال و ملک 27 سال روانه زندان شده است. اشوروف نگمت برای قلوبی و خبر ندادن درباره جنایت وزنین 4 سال زندانی و 136,000 سامانی جریمه شده است. شورت اچیلدی و سمیر شریبزاده برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شدند. بلال مقصود و پرویز شریپوف هم برای خبر ندادن درباره جنایت 1 سالی زندان شدند. جمشید رحیموف برای سوء استفاده از وکالت‌های منصبی 7 سال از آزادی محروم شده است. معلوم نیست که رحیموف چه منصب داشت و در این جنایت چه نقش دارد. دادگاه عالی گفت همه محکوم شدگان از روی حکم شکایت کاساسیونی کردند، ولی روز 4 ایون حکم صدور مرحله یکم را به تغییر و شکایت‌های کاساسیونی به قانونیت مانده شد. کشتار شورت اسمت اللهیف یکی از پرسر و صداترین حادثه در سال گذشته بود. اسمت اللهیف را ماه ایون سال 2023 در نزد منزل زیستش گروه نامعلوم ظهورا به ماشین سوار کرده به جای نامعلوم بردند. بعدا معلوم شد که او را در یکی از منطقه های ورزوب شکنجه و به قتل رسانیده جسد او را به دریا پرتافتند. با گذشت بیش از 1 ماه جسد او در دریای زرافشان در منطقه پنجکین دریافت و از روی دندانهایش شناسایی و در دوشنبه به خاک سپرده شد. شیر محمد شایان ضمن نشست مطبوعاتی رسما جزئیات ربودن و قتل شورت اسمت اللهیف را به روزنامه‌نگاران ارائه کرد و گفت بانکدار تاجیک به ساختمان بنای بلندوشانه با قمرالزمان عزیزوف یکی از شریکان تجارتی او ربط دارد. او گفت بعد در حالت ناگوار مالیوی قرار گرفتن عزیزوف به دلشاد سیدمرادوف معلومات میدهد که گویا اسمت اللهیف به ارزش زیاده از 2 میلیارد دلار کریپتوالوتا دارد. قمرالزمان عزیزوف و دلشاد سیدمراد گروه متشکل جنایتی سازمان داده به طرز اصول کارمندان مقامات حفظ حقوق عمل کرده نقشه کشیدند که اسمت اللهیف را بوده با استفاده زوروری و شکنجه مبلغ‌هایش را تصرف کرده او را به قتل می‌رسانند. برای عملی کردن این جنایت قمرالزمان عزیزوف به دلشاد سیدمراد 1,500,000 دلار وعده می‌دهد، گفت شایان. رهبران گروه G7 روز 13 ایون سال 2024 پیشنهاد به اوکراین دادن 50 میلیارد دلار قرض از حساب سرمایه‌های افشوده روسیه را پذیرفتند. G7 یا هفتگانه بزرگ 7 کشور از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا، امریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا را در بر میگیرد. بنا به اطلاع خبرگزاری بلومبرگ این 50 میلیارد دلار
به اوکراین تا پایان سال جاری داده شده. این قرض از حساب فایده هایی که سرمایه های حبس شده روسیه خواهند آورد پوشانده می شود. همصحبت خبرگزاری گفته است که پهلوهای فنی این مسئله در نشست افغانه بزرگ که از 13 تا 14 میلیون سال 2024 دایر می شود بررسی خواهند شد. نشریه فرانسوی با استناد به منبعش در ماموریت پرزیدنت فرانسه خبر داد که پیشنهاد به اوکراین دادن فایده سرمایه های روسیه را ماموریت پرزیدنت امریکا داده است. مایتا این پیشنهاد در آن است که اوکراین 50 میلیارد دلار را از کشورهای غرب بلافاصله به دست می‌آورد، ولی این قرض را نه خود اوکراین بلکه از حساب فایده های سرمایه های حبس شده روسیه خواهند پوشاند. قرار معلوم بعد حمله روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2024 در امریکا، اتحاد اروپا و کانادا و ژاپن سرمایه های دولتی روسیه و اولیگارخ‌های روس را که در بانک‌ها و سازمان‌های مالیوی غرب نگاه می‌داشتند به حبس گرفتند. وزارت مالیه امریکا سال 2023 جمع این سرمایه‌های حبس شده روسیه را 330 میلیارد دلار برآورد کرده بود. 210 میلیارد آن در اروپا نگاه داشته می شود. بنا به حساب‌ها این سرمایه‌ها هر سال از 3 تا 5 میلیارد دلار فایده می‌آورند. اتحاد اروپا هنوز ماه سال 2024 پیشنهاد به اوکراین دادن فایده‌ها از سرمایه‌های حبس شده روسیه را پذیرفت. در کرمل قرار به اوکراین دادن فایده‌های سرمایه‌های روسیه و اولیگارخ‌های روس را مصادره می‌شمارند. وزارت خارجه روسیه تهدید کرد که مسکو در پاسخ از این اقدامات کار خواهد گرفت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین علیه فرمان را امضا کرد که به دادگاه اجازت می‌دهد تا همچون جبران مال و ملک امریکا را در روسیه مصادره کنند. روسیه ماه فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از ساکنان روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. جنگ روسیه با اوکراین به بزرگترین مناقشه مسلحانه بعد جنگ دوم جهانی تبدیل یافته. تا امروز از هر دو طرف صدها هزار کشته و زخمی به جا گذاشته، باعث ویران شدن صدها شهر و دهه، کارخانه‌های صنعتی و دیگر انشاءات‌های زیربنایی شده است. عارف منگلبایف، دانشجوی 28 ساله سال 4 رشته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی شهر ولگا روسیه، در قتل استاد 36 ساله این دانشگاه تایسیا تولینا عیبدار می شود. بنا به اطلاع دریافته بین آنها مناسبت‌های عاشقانه بوده است و گویا رشک سبب مناقشه و کشتار معلمه از سوی دانشجوی دوست داشته شده است. کشتار روز 7 یونیو سال 2024 در منزل تولینا در کوچه مارشال کونیف شهر ولگا رخ داده است. بنا به فرضیه خدمات مطبوعات ریاست تفتیشات ولایت ولگا، ساکن 28 ساله ولگا در زمینه خصومت شخصی به وجود آمده تصمیم گرفت که زن شناسش را که قبلا با او رابطه‌های نزدیک داشت بکشد. روز 7 یونیو سال 2024 مرد به خانه آن زن در کوچه کونیف شهر ولگا آمد. در آنجا او زن 36 ساله را بوغی کرده به اعضای حیاتاً مهم بدن وی چند ضربه کار زد. در اطلاع رسمی درباره سبب مناقشه بین دانشجو و استاد دانشگاه چیزی بجز از خصومت شخصی به وجود آمده گفته نشده است، ولی بعد کشتن تایسیا تولینا منگلبایف کوشش کرده است که خودش را هم بکشد، ولی ناکام شده است. او را با زخم کارد در قفس سینه اول در بیمارستان معمولی بستری کرده، بعد آنکه دادگاه قرار حبس پیشکیش را برآورد به بیمارخانه محبس انتقال دادند. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی گشودند. بر اساس این بند قانون به عارف منگلبایف از 6 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. معلمه را روز 11 ایون به خاک سپردند. از تایسیا تولینا 2 فرزند، یک 12 سال و یک امگی 7 ماه دارد، یتیم ماندند. تایسیا تولینا دسنت کافدرای منیجمنت انواسیونی و اداره کنی لویه‌ها در دانشکده اداره کنی اقتصاد و حقوق شناسی دانشگاه دولتی ولگا بود و یکی از استادان بهترین این مکتب عالی به شمار می رفت. او سال 2021 به دور نیمه نهایی آزمون لیگ الکترون روسیه را یافته، سال 2022 رساله علمیش را حمایت کرد و سزاوار عنوان نامزد علم‌های اقتصاد شده بود. عارف منگلبایف نیز از جمله دانشجویان فعال و پیشقدم دانشگاه ولگا دانسته میشد. او حتی رئیس اتحادیه‌های دانشجویان خارجی این دانشگاه بود و در رسانه‌ها درباره خوبی‌های تحصیل در روسیه دائم مصاحبه میداد. از جمله روز 7 نوامبر سال 2023 درست 7 ماه قبل از کشتن تایسیا، عارف منگلبایف
در مصاحبه با تیوی ولگا قصه کرده بود که او هنگام تحصیل در اینجا عشق خود را پیدا کرد و اکنون میخواهد با او ازدواج کند. داستان عشق کوتاه و به چنین صورت تلخ و فاجعه‌ای به پایان رسیدن عشق عارف و تایسیه را یکی از رسانه‌های محلی در چند جمله قصه و خلاصه کرده است. نهایت تلخ و فاجعه بار این داستان عشق این شد که تایسیه طولینه در زیر خاک خفته و 2 کودکش یتیم ماند و عاشق او در نهایت قاتل شد. با زخم کار در قفس سینه‌اش در بیمارستان معبس خوابیده است و به او سالهای طولانی زندان تهدید میکند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. در مرکز تاریخی شهر سنت پترزبورگ روسیه، مادر 25 ساله و کودک 3 ساله تاجیک از خبط سیم یک بنای استقامتی در کوچه میلیون نیفتاده خوشبختانه زنده ماندند، ولی وضع سلامتی هر دو وزنین گفته می شود. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی از جمله کامسامولسکایا پراودا پترزبورگ و پترزبورگ 2، این حادثه ناخوش روز 12 میلیون سال 2024 رخ داده. زن 25 ساله همراه پسر 3 سالش به پیش مادرش به مهمانی آمده بود. کودک در نزد تریزا بازی کرده. بالای تور ضد خاموشک‌ها خم شده است، ولی تور به وزن کودک تاب نآورده کنده شده است. در نتیجه کودک از تریزا افتاده است و مادرش خود را از قفای طفلش به بیرون داده است تا که فرزندش را نجات دهد. سرانجام کودک به بالکن قبط دوم بنا افتاده است. حالا هر دو را در رانیماسیا بستری کردند. بر اساس نتیجه های تشخیص کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر و آسیب میانه مغز سر برداشته است و استخوان پیشونیش شکسته است. به مغز سرش هوا در آمده است. مادر او با جراحت سر و ستون موره شکسته در رانیماسیا بستری کردند. تفصیلات دیگر این حادثه ناخوش دسترس نیست. هر سال در موسم تابستان از گوشه‌های گوناگون روسیه درباره استرزا جمله از قبط‌های بالایی بناهای استقامتی افتادن کودکان خبرها به دست میرسند. متاسفانه بعضا این حادثه‌های ناخوش با مرگ طفلان معصوم می انجامند. در گذشته از روسیه درباره استرزا افتادن چندین طفل مهاجران تاجیک نیز گزارش‌ها به دست رسیده بود. مرکز مطبوعات کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی 2 روز اخیر 11 و 12 میلیون سال 2024 بارشات شدید باعث فرو ریختن سیل‌ها در ولایت سوغد و سنگریز در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است. از جمله شام 11 ایون ساعت 20:15 دقیقه در پی بارشات از تپه‌های اطراف دهه سر وقت جماعت نویه 8 واقع در مرز تاجیکستان و ازبکستان سیل اومده. 40 حوله 12 انشاءات یوری رسان و 7 کیلومتر راه دیوت را زیر کرد. در جای حادثه کمیسیون نویوی ولایت‌های فوق‌العاده به کار پرداخته است. حجم ضرر معاین کرده می شود. رفع عاقبت‌های طبیعی ادامه دارد. همین طور شام 12 میلیون ساعت 23 دقیقه بارشات شدید باعث از تپه‌های اطراف فرو ریختن سیل به دهه آبردان جماعت ایوان تاجیک نویه کوهستان مشهور شد. در نتیجه به انشاءات یوری رسان ضرر رسانده 3 حوله ساکنان را پرلوی کرد. در جای حادثه کمیسیون نویوی حالت‌های فوق‌العاده به کار سر کرده است. بر اثر سیل‌های اخیر در ولایت سوغد خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. همچنین روز 12 میلیون در کیلومتر 477 راه کولاب درواز ونج خوروغ در حدود دهه خیخی که جماعت یزگلام نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان سنگ ریخته راه را موقتا بست. به جای حادثه تکنیک و کارمندان خدمات نگهبانی راه نویه ونج سفربر گردیدند و به آنها میسر شد که ساعت 00:45 دقیقه شب 13 ایون بالاخره راه را گشوده حرکت نقلیات را برقرار کنند. بر اساس معلومات هواشناسان روزهای 13 14 ایون سال 2024 در ناحیه‌های کودامن و کوهستان تابع جمهوری و ولایت سوغد خطر فرو ریختن سیل‌ها باقی میماند. به این دلیل کمیته حالت‌های فوق‌العاده ساکنان و مهمانان تاجیکستان خواهش کرده است که در دوام این روزها از رفتن به ساحل کول و دریاها همچنین از سفر به منطقه‌های کوهستان خودداری کنند. در صورت پیش آمدن یگان حادثه فوق‌العاده ساکنان و مهمانان جمهوری می توانند به کمیته حالت‌های فوق‌العاده زنگ بزنند. 11 ایون سال 2024 تقریباً ساعت 15:40 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا
خلیفه دونیور سال 1980 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در حدود دهه اماندره شهر مذکور از عهده اداره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد خرسول کریمزاده فرانوش سال 2020 ساکن شهر پنجکند را پخش کرده است. در نتیجه خرسول کریمزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 47 ساله ساکن شهر بوستان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده ماه دکبر سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او با بهانه از خارجه آورده دادن واسطه نقلیات 550,000 سومونی گرفته وعدش را اجرا نکرده است و تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه 8 عریضه زن 29 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که دوم ایون سال 2024 تخمینا ساعت 13:20 شخص نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامت شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 15,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوانزن 22 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.